جنگجویان طالب در افغانستان بنا به گزارش‌ها یکی از ناحیه‌های مهم در ولایت جنوبی هلمند را اشغال کردند. هرچند مقامات این گزارش‌ها را رد می‌کنند. محمد جان رسولیار معاون رئیس ولایت هلمند روز 21 دکبر گفت بعد چند روز جنگ به طالبان میسر شد که ناحیه مهم سنگین را اشغال کنند. به گفته او فقط تأسیسات نظامی در ناحیه در دست نیروهای حکومتی مانده است. از این پیش روز 19 دکبر محمد جان رسولیار از طریق فیسبوک به حکومت افغانستان مراجعت کرد که برای محافظت سنگین به آنها نیروهای اضافی بفرستند. در عکس حال ناحیه و ولایت هلمند به دست طالبان سقوط میکند. درباره تحولات اخیر در هلمند صحبت داشتم با همکارم از رادیو افغانستان آزاد سلطان سرور. سلطان، عین زمان اوضاع در ناحیه سنگین چگونه است؟ جنگ ادامه دارد؟ اولتر از همه سلام به شما و بینندگان عزیز. گزارش‌های تازه‌ای که امروز ما از کابل و از هلمند داشته، مقامات دولت افغانستان سقوط ناحیه یا ولسوالی هلمند رد کردند و گفتند که جنگ شدید هنوز در این ولسوالی جریان دارد و مأموران دولتی و مقامات رفته‌اند به یک قرارگاه اردوی ملی افغانستان که در نزدیکی تعمیرات ولسوالی بوده. گزارش‌های ضد نقیضی داشتیم، اما امروز گزارش‌هایی که امروز داشتیم تازه بود. مقامات سقوط ولسوالی یا ناحیه را رد کردند. طور معلوم هلمند و ناحیه سنگین پیوسته مورد حمله طالبان قرار گرفته است. چرا این ولایت برایشان مهم است؟ ولایت هلمند یکی از ولایت‌های بزرگ افغانستان در غرب کشور است، با پاکستان سرحد دارد و همچنین موقعیت جغرافی بسیار ممتازی دارد. شورشان طالب از چندین ماه تلاش داشتند که چندین ولسوالی را در شمال هلمند تصرف کنند و هدفشان است که یک راه ارتباطی با شمال کشور خصوصا با ولایت بادغیس و فاریاب باز کنند و ارتباط خود با اونجا طرفدارانی که دارند قایم کرده باشند. و حکومت افغانستان چی گفته است؟ آیا نیروهای اضافی فرستادند برای مقاومت با طالبان؟ دولت افغانستان امروز وزارت داخله گفت که برای تحکیم موقعیت دولتی در هلمند از همه راهکارها استفاده خواهند کرد. نیروهای تانده نفس، نیروهای اضافی میفرستند و جنگ بیشتر تجدید میبخشند تا سیناریوی قندوز در هلمند تکرار نشود. تشکر. همکارم سلطان سرور از رادیو افغانستان آزاد صحبت میکرد. تشکر از شما.